بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب كافة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. برادران عزیز، خواهرای محترم، موضوع درس ما و شما توحید در محبت الله سبحانه و تعالی در پرتو قرآن عظیم‌الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. موضوعات تفسیر موضوع اعتقادی را که می‌خوانیم، موضوع امروز ما و شما توحید در محبت است. و دیروز ما و شما گفتیم که محبت در قرآن عظیم‌الشان به سه بخش تقسیم میشه که بخش اولش محبت خالق با بنده ها هست، بخش دومش محبت مخلوق با خالقش و بخش سوم محبت مخلوق با مخلوق دیگر. بخش اول شروع کردیم که محبت خالق با بنده ها بود. گفتیم که الله متعال کدام بنده هاش دوست داره. اولش والله یحب الصابرین ایره خواندیم. دومش والله يحب إن الله يحب المتوكلين. الله کسایی که توکل میکنن اونا را دوست دارن. و سومش الله متعال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله متعال توابین و متطهرین دوست داره که رحم و شما خواندید. باز چهارمیش ان الله يحب المحسنين. یعنی درس امروز ما و شما هست که الله متعال در سوره بقره آیت 195 میگه که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا الله متعال میگه و انفاق بکنین، مصرف کنین مالتان را فی سبیل الله در جهاد در راه الله. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه و شما به دستایتان خود به هلاکت ناندازید. و احسنوا و احسان بکنید. ان الله يحب المحسنين. یقینا که الله متعال محسنین دوست دارد. در اینجا در کلمه انفقوا و انفقوا فی سبیل الله این تفسیر میکنه امی تهلکه یا هلاکت. بسیاری کسا وقتی که مفهوم صحیح یا آیت قرآن نمیفهمه او فکر میکنه که کارهای عادی که هست یا آیت تطبیق میکنه. لکن اینجا الله متعال میگه که عدم انفاق در سبیل الله خودش چی هست؟ هلاکت است. شما انفاق بکنید دیگه در راه الله و خود به دست خود به هلاکت ناندازید. و موضوع ما و شما و احسن و الله متعال میگه احسان بکنید. ان الله يحب المحسنين. الله متعال محسنین دوست دارد. کلمه محسنین در قرآن عظیم‌الشان وقتی تفسیر قرآن با قرآن بکنیم در دیگه آیت قرآن است که محسنین چی میکنه؟ تفسیر میکنه الله متعال.
الذين ينفقون في السراء والضراء. اینجا تقریبا محسنین در آیت قرآن، اول محسن کسی است که در حالات عادی و حالاتی که دستش باز است نفقه میکنه، و ضراء و کسان دیگه که حتی در حالات سختی و تنگ دستی سرش حالت سخت است باز هم انفاق میکنه. این دو. سوم صفات از محسنین چی است که والکاظمین الغیظ، وقتی که بسیار قار شوه و بسیار اعصابش خراب باشه، امو محسنی که الله او را دوست داره که در حالت بسیار غصه و جگرخونی و اعصاب خرابی امو خشم خدا بخوره. چهارمی صفتش چی است از محسنین که الله اونا را دوست داره؟ والعافین عن الناس، کسی که در حقش جفا کرده، اشتباه کرده، غلطی کرده، کدام وقتی مثلا در حقش ظلم کرده، این عفو میکنه. این قسم محسن هم الله دوست داره، والعافین عن الناس. یعنی بعض اوقات یک کسی در حق شما یک جفا کرده، شما به خاطر رضایت الله او را عفو میکنین، شما محسن میشین و الله باز شما را دوست میداشته باشه. والله يحب المحسنین. از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شد که مل احسانو، احسان چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار دقیق پنجمی مثال از احسان بیان کرد، بر علاوه احسان هایی که در قرآن عظیم الشان است. گفت الاحسان ان تعبد ربک کانک تراه. احسان چی هست؟ تو الله را عبادت بکن مثل که الله را میبینی. وقتی که الله را ببینی به چشمت، ذات با عظمت خالق متعال، چه قسم تواضع میکنی، چه قسم دعا میکنی، چه قسم طلب میکنی، امی قسم در عبادت باش مثل که الله را به چشمایت میبینی. اگر امی قسم نماز خواندی، امی قسم عبادت کردی، باز شما انشاءالله از جمله محسنین هستین. در حدیث دیگه که حدیث صحیح است، رسول الله صلی الله علیه و سلم در قسمت انسان محسن و نیکوکار میگه این الله محسن، خود الله متعال نیکوکار است. یحب الاحسان، الله متعال احسان دوست داره. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، در لحظاتی که اگر شما قصاص میکنین، در اونم وقت قصاص کردن هم احسان بکنین، یعنی از حد تجاوز نکنین. و اذا ذبحتم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقوق حیوان 14 قرن قبل که کسی حقوق حیوان نمیشناخت، حال مردم شروع کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وقتی که شما ذبح میکردین در ذبح کردن هم احسان بکنین. یعنی امو حیوان باید تو نشه که حیوان اول چپه کنی باز پیشریش کارد تیز کنی، یا امرای کارد کند ذبح بکنی، بلکه کارد باید تیز باشه که حیوان زود امو حلقومش قطع شود. بعضی از کسایی به نام حقوق بشر عالم میگن ذبح کردن برای حیوان خوب نیست. اونا حکمت ذبح را نمیفهمن. اونا حیوان برق میدن. من از شما پرسان میکنم، یک نفره که موتر بزنه زخمی شوه، پایش شکسته، اینمی کسی که حیوان که ذبح همیشه مثل کسی است که او را موتر زده باشه، پایش قطع است لکن استاد میشه. چرا؟ تا وقتی که یخ نکنه احساس درد نمیکنه. فهمیدین؟ حیوان هم همی قسم است. وقتی که شما حیوان ذبح میکنین با کارد تیز، حیوان احساس درد نمیکنه. تا چه وقت؟ تا که سرد شوه. وقتی که سرد میشه
این حیوان و علیکم السلام و رحمت الله، وقتی که سرد شد تا او وقت روحی از چی شده؟ برآمده. اما اگر این را برق میتین، یک نفر موتر میزنه، یک نفر برق میتی، کدامش زیاد احساس درد میکنه؟ برق زدگی. اینا اگر چون از نگاه ساینسی گپ میزنن، چون از ساینس گپ نمیزنن، از دشمنی با الله گپ میزنن. از این خاطر ختم الله علی قلوبهم، قلبایشان چی است؟ مهر غفلت است، حق درک نمیکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه حتی در حقوق حیوانات هم باید نیکوکار باشین. متوجه هستین؟ این حقوق حیوان است. ولیحد احدکم شفرته ثم لیرح ذبیحته. امو شفرش یا کارد خود خوب تیز بکنه و حیوان را که ذبح میکنه میگه او را احساس راحت بده. میمون ابن مهران یکی از شخصیت‌های اسلامی هست. میگه یک وقت یک کنیز داشت. جاءت ذات یوم، میگه یک روز این کنیز یک ظرف را آورد که در بین از او شوربا بود، بسیار جوش خوردگی. و پیش از این شخصیت اسلامی میمانام 6 تا بودن. وقتی که خواست امی شوربا را پرته، امی شوربا را چپه کرد بالای کی؟ بالای امی شخص. این بسیار اعصابش خراب شد، از اینکه سوخته دگال نزدیک سمت سر از امی کسی که شوربا را آورده ایره لحت کنه، از اینکه بسیار ایره سوختانده دیگه. شروعای جوش شدگی را سرش چپک کرده، لباسش، دستش، پایش، سینهش کلش سوخته. میگه این جاریه اینجا چرا میگن؟ امو کنیزک دمی لحظه که میخواه که قار است برش میگه والکاظمین الغیظ. همی آیت قرآن بیادش میده. میگه در قرآن عظیمشان چی گفته؟ انسان محسن کی است؟ والکاظمین الغیظ، که امو غیظ خدا، خشم خدا میخوره. چی میخوره اینه؟ یعنی خدا نرمال میسازه دست خدا پایین. این شخص میگه وقتی که چیز گفت فوراً گفت که قد فعلت، آرام شد و گفت خلاص قبول کردم، دست سوختگیم، سینه سوختگیم، پای سوختگیم خیر است، تسلیم حکم الله. این کنیز بسیار هوشیار بود. باز خان گفت والعافین عن الناس. آیت قرآن خدا میخواد کفایت نمیکنه؟ اگر تو میخوای که نیکوکار باشی، والکاظمین الغیظ، شما غیظتانه که خوردین، والعافین عن الناس، چی کنین؟ از مردم عفو بکنین. حالا باید عفو هم بکنی. فقال قد عفوت عنک، خلاص بخشیدم دیگه، در دلم چیز ندارم. این کنیز بازم هوشیار بود. قسمت سوم آیت خوان گفت والله یحب المحسنین، گفت الله میگه که محسنین دوست داره. قال قد احسنت الیک فانت حرة لوجه الله تعالی، من به تو احسان کردم و تو به خاطر رضایت الله چی هستی؟ آزاد هستی. اینی رو چی میگن؟ احسان میگن. بعض علمای دیگه باز میگن که الاحسان و ان تحسن الظن بالله، محسن کسی است که گمان نیک به الله داشته باشه. او خالقی که برای ما چشم داد، برای ما دست داد، برای ما پا داد، برای ما قلب داد، برای ما مغز داد، برای ما امکانات داد، برای ما زندگی داد. 1 میلیارد دلار برای ما اعضای بدن داد. اینال او خالق مهربان که اقا نعمتها را برای ما داده، گمان نیک داشته باشه که برای ما انشاءالله جنت هم
نصیب میکنه. پس این هست محسن. دیگه از جمله بنده هایی که الله او را زیاد دوست داره، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سوره صف آیت 4 قریسه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ان الله متعال میگه که ان الله یقینا، که الله یقین داشته باشین، تأکید میکنه، دوست داره کی را؟ الذین، او کسانی را که یقاتلون فی سبیله، جهاد میکنن در راه الله، صفا، ات یک صف موحد اسلامی را تشکیل میتن، که انهم، مثل که این صف مسلمان ها چه قسم صف خود جور میکنن؟ که انهم بنیان مرصوص، مثل که دیوار سربی باشن. رصاص در زبان عربی، مرصوص چی را میگه؟ دیوار سربی. مسلمان ها الله متعال میگه چه وقت میتونن که سر کافرها پیروز شون؟ وقت صف مسلمان ها چی باشه؟ مثل سرب واره باشه. اینال ما باید صف سربی را سرب بشناسیم که سرب چی خاصیت داره که الله متعال گفته صف تا نمی قسم جور کنیم. یک روز امرا یکی از دکتر صاحبا در این باره بحث کردیم. او دکتر متخصص و مسلکی هست، نامش یاد ما رفت، دمی کوتی سنگی ماینه خانم داره، دکتر مسلمان است. او برم تشریح کرده این موضوع را. گفت استاد ما دکترها وقتی که یک خانه میره میخواهیم که اکسری کنیم، شعاع برش بدیم، شعاع اکسری. اینی عکس را که ما میخواهیم بگیریم، این شعاع اکسری که است ای بسیار تیز است. اگر در بطن خانم طفلی باشه، حمل داشته باشه، این خانم چی میکنه؟ همین طفلش نابود میکنه، شعاع اکسری. به خاطر ازی که همین خانمه که اگر در سینهش عکس گرفته شوه، تخته سینهش یعنی عکس اکسری گرفته شوه و شعاع اکسری در بطن ازی طفل آسیب نرسانه، گفت ما یک پرده سربی برش جور میکنیم. در معادن سرب که است، خاصیت شمی است که شعاع ازی تیر شده نمیتونه. پس همین پرده را در سر بطن از این خانم میپرتیم، باز شعاع اکسری عکس میگیریم، بر ازی ضرر نمیرسانه. الله متعال وقتی که میگه صفتان باید مثل صف چی واره باشه؟ سرب واره باشه، چون شیطان از آتش است، او هم شعاع پخش میکنه، میخواه که صف مسلمان ها را چی کنه؟ در بته، جدایشان کنه. پس مسلمان مجاهدی که میخواه در مقابل کفار ایستاد شوه، اونو وقت میتونه که صف از اینا اقدر در بین از اینا دوستی و محبت باشه، اقدر یا با هم اخوت اسلامی را حفظ بکنن که شیطان نتونه که صف از اینا را بشکنانه. بازی ها میتونن در مقابل دشمن خود بجنگن. باز اینی قسم مسلمان ها را الله دوست داره. حالا چرا مسلمان ها را الله دوست نداره؟ به خاطر ازی که این مسلمان ها هر کدامش در قسمت خود بر شکستاندن صف مسلمان ها سهم داره. هر جایی که بفهمه که نمیجه زخم از دو نفر جدا میشه، در موجه کلک خدا میزنه. ایوازی که 4 نفر مسلمان با هم متحد بسازه که برادرای عزیز، دوستای محترم، در مسائل اختلافی جنجال نکنین. مسائل فقهی اختلافی را بانین برای چی؟
برای فقها بانین مسلمان ها عادتشان چی است؟ الله میگه شما صفتان هم مثل بنیان مرصوص بسازید. اگر دیدی که یک مسلمان اشتباه هم داره و یک قسم کوشش که هم اشتباهش چی کنی؟ جور کنی، بفهمانیش، گذشت کنی، ولو که غلطی هم کرد تیر تبر. اما در هر مسئله که بسیار خرد و کوچک است و 14 قرن است که در اونجا علما بین خود اجتهادات مختلف دارن، حال نیست 14 قرن قبل است. همین کتاب های فقها را ببین، میگه فلان امام تو گفت، باز میگه خالفه الشافعی، باز میگه امام صاحب ابو حنیفه تو گفت، باز میگه شاگرد اولش امام احمد امام محمد شیبانی با استاد خود می اجتهاد اختلاف کرده. داخل مذهب احناف هم که بری، وقتی که امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه یک اجتهاد پیش کرده، باز شاگردش با امرایش اختلاف نظر داشته. نه اختلافی که بوده بخیزه بدگویی بکنه، استادش هست احترامش داره، لکن در اجتهادش با اجتهاد از این چی میکنه؟ فرق میکنه. با کمال احترام در کتابا ما میخوانیم که امام صاحب تو گفته، اینی شاگردش این تو گفته، این شاگرد دیگه ایش تو گفته. فتوا کدام میشه؟ سال احناف کدام میشه؟ فتوا میده میگه این شاگردش فتوا دادن از امام کنه، شاگردش گفته این اجتهاد از این مفتابیهی است. امام صاحب در یک جای یک موضوع را اجتهاد کرده، امام شافعی اختلاف نظر داشته، گفتن این دلیل من اینطور است. امام شافعی یک موضوع را گفته، امام احمد ابن حنبل گفته که نه اجتهاد من این قسم است. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که وامسحوا برؤوسکم، چهارم حیث سر مسح شوه فرض ادا میشه. آیت قرآن قبول داریم، منتها امی آیت قرآن چهارم حیث سر تا مسح کردی خلاص کلاهت میگیری، اینم قدرم که دست کردی خلاص مسح شد. وامسحوا برؤوسکم و یک حدیث سوره سند میگیره که اتا سبعة قوم رسول الله صلی الله علیه و قوم اومد فبال و توضأ و مسح علی ناصیته. امام صاحب گفت که همین قدر به اندازه پیشانیت که سر تا چهارم سر مسح کنی کفایت میکنه. امام مالک رحمت الله علیه گفت نه اجتهاد ما این قسم است که الباء للالصاق، امی بی که است گفت وامسحوا برؤوسکم، ای بی برای الصاق می، الصاق یعنی چسباندن، یعنی گفت وقت فرض سر کلش مسحش میشه که همین دستایت در کل سرت بچسبونی. بعض اوقات مالکی خوب هم توری میکنم از سر خود مسح میکنن باش کدام جایش نمانده باشه. امام صاحب شافعی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه اینجا گفته المسح هو الاصابه، میگه دست در یک جای ماندی، میگه که دست هم تو ماندی مسح شد، میگه دست خود کی مسح کردی؟ اینه مسح کردم. میگه خلاص امی دست که مثلا دکام خورد امی فرض ادا شد. این سه نظر شد در ادای فرض. کلش آیات قرآن قبول داره. آل نظر کدامش 100% قبول بکنیم؟ علما و مجتهدین بعضش گفته که دلیل ازی قوی تر است و بعضش میگه دلیل ازی قوی تر است و بعضش میگه دلیل ازی قوی تر است، با کمال احترامی که یکیش به دیگه‌اش داره، با کمالی که اینمی مسلمان ها صف مسلمان ها را مثل بنیان مرصوص چی کردن؟ محکم کردن. اونو را الله متعال امام ابو حنیفه را دوست داره، امام شافعی را دوست داره، امام مالک را دوست داره، امام احمد ابن حنبل را دوست داره، شاگردایش را دوست داره. کی را دوست نداره؟ ما و تو را. چرا ما و تو صف چی میکنه؟ مشکنانیم. قرار خوستیم فیلم هندی سل کرده میره بین فیلم هندی یک داره یهود یک خبر برش میاره، بازی میخزه با ذهنیت یهودی سر مسلمان ها حکم میکنه. آلی تلویزیون خود تلویزیون یهود است، این تلویزیون خود تلویزیون نصارا هست، این خود تلویزیون سکولر است، این خبرش خبر غلط است، دروغ میگه، سر مسلمان تهمت میکنه. من یک وقتی یک کتاب نوشته میکردم به نام ژورنالیسم اسلامی، درباره ژورنالیسم در شرق و غرب تحقیق کردم. یک خبر میگه به نفع مسلمان ها، ژورنالیست های کافرها امی خبری که به نفع مسلمان است
این چی میکنه؟ از 3 جای تیر میکنه تا که به ضد مسلمان شود. یک خبر بود، یک پیش قصر سفید یک خانم است که یک سگ روان است. این سگ از یک دفعه دیوانه میشه، اعصابش خراب میشه، این سگ سر صاحب خود حمله میکنه. این زن چیغ میزنه که نجات بده نجات بده نجات بده. همین یک جوان مسلمان همین سگ میزنه و بالاخره این سگ به یک شکل از اشکال از بین میبره. این زن از دان از چی میکنه؟ نجات میده. کلگی خبرنگارا میگه اوه قهرمان، شخص خوب، بسیار عالی. یک وقتی که خوب پرسانش میکنه که نام چیست، میگه my name is محمد. میگه نام محمد است. اوه این کار محمد کرده، این خود مسلمان است. اگه این خبر برای مردم بدین، مردم میگه این مسلمان قهرمان است. این خبر چطور کنیم؟ بالاخره صاحب تاو دادن و نشر کردن که یک تروریست جنایتکار رحم نکرد، یک زن بیچاره در پیش فلانی پارک امریکا چکر میزد، ای آمد سگش کشت. این حاله تو چه قسم پیش الله متعال استاد میشی و چه قسم در مقابل خالق متعال استاد میشی که مسلمان مظلومی که تمام رو سرش دشمنای اسلام ظلم میکنه، باز شما چی میکنین؟ خودت خود قرار در بستره گرم و نرم افتادی، خودت خود دوستی که یهود و نصارا خوب آشکارا بیان کردی، خودت خود تمام روز در خدمت یهود و نصارا هستی، باز هیچ چیز دیگه به خاطر یک مسلمان مظلوم یک دعای خالی خوب بکن. اگر نمیتونی، همین توفیق هم الله برات نداده، سر مسلمان ها خود 24 ساعت توطئه جور نکو، تو هم فیسبوک هایت از دشنام دادن مسلمان ها پر نکو. ان الله يحب المحسنين. الاحسان في كل شيء. احسان چی است؟ در حقوق انسان احسان محسن باید باشی. حقوق انسان، حق یک انسان باید چی نکنی. در حق زن باید جفا نکنی، در حق طفل جفا نکنی، در حق حیوان جفا نکنی، در حق یک درخت حتی جفا نکنی، یک درخت به جای قطع نکنی، یک پرنده را در بین قفس قلف نکنی، اذیتش نکنی. اگر میخوای که ان الله يحب المحسنین. و الله میگه چه قسم انسان دوست دارم؟ الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مجاهد باشه در راه الله جهاد بکنه، صفش هم مثل صف چی واره باشه؟ سر بواره. باز اونو رو کی دوست داره؟ الله متعال دوست داره. الله متعال چی میگه؟ سوره مائده آیت 54 قاریس میخونه یا ایها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ما شما 6 صفت محسن خواندیم. صفت هفتمیش چی هست؟ صفت هشتمیش چی هست؟ صفت نهمیش چی هست؟ صفت دهمیش چی هست؟ الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، شما که مؤمن هستین و آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، کلمه میخوانین من یرتد منکم عن دینه، هر کسی از شما که مرتد شود از دین خود. بعضی کساس میگه اگر مسلمان شدی با هیچ وقت که هر کاری که کردی تغییر نمی. الله میگه نه، مؤمن مرتد میشه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، صحیح که فعلا تو مؤمن هستی، لکن اگر تو مؤمن
مرتد شدی از دینت برگشتی، مثل که حال بسیاری کسا هست مرتد میشن. صبح من کلیپ هم میشیدم، میخواستم امور با برادر عبدالوهاب روان بکنم، من تا ناوقت شد نمیفهم چی شد. یک خانم قصه خودم میکنه که مشو خو دیدم، رفتم در سوئیس خو دیدم، یک ریش سفید آمد و بسیار زیبا و چطورکایی. و وقتی که چرا سوئیس رفته بودی؟ والا تنها رفته سوئیس، از مادر و پدر و بیادرهای خود خبر نداره. اول خود شیطان ایره چی کرد؟ در دام خود انداخت. اول به سوئیس در یک کشور اروپایی برهنه و لچ و بی‌حیایی این دختر تنها میره، بازی که اونجا میره خطوات شیطان است. گام اول شیطان چی شد که ایره بدون محرم در کشور اروپایی روان کرد. اول فامیلش نمیه، بالاخره این طرف از اون طرف شیطانای انسانی در پشت شروع میکنه که این کتاب ما که از خوب کتاب است، این کتاب منسوخ شده، این کتاب انجیل که در این دشنام با پیغمبر است خوب است. بازی شیطانای دیگه بر چی میگن؟ شیطان دیگه در خوابش میایه. یک کسی میگه در خواب آمد، ما شما خانم نید رجال الغیب رجال الجن، عیسی میگه در خواب آمد، بر ما گفت قسمی میکنه بیا 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 بیا. خدا اون شیطان چی میخواست از پیشش؟ چی یاره بیا بیا؟ عیسی میگه یک شب آمد در خوابم، دیگه شب آمد در خوابم، دیگه شب رفته باز تعبیرش از کی پرسان کرد؟ از یک نصرانی. او برش گفته که این صاحب عیسی مسیح هست، خدا هست. تو را گفته بیا به من ایمان بیار. باز خودش رو قصه میکنه، میگه بازی صبح که شد باز من رفتم پیش مردم چطورگاهی، باز من چی شدم؟ نصرانی شدم. این حالیه که نصرانی میشه الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان شما که در این عصر خطرناک که ما و شما زندگی میکنیم، یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافر. یک نفر صبح مسلمان میباشه دیگر کس کافر میشه، یمسی مؤمنا دیگر مسلمان صبح کافر میشه. چرا؟ یک جای کفر گفته میشه، این کفر از او لایک میکنه، کفر از او تایید میکنه، او رو تشویق میکنه، میره در حزبش در گروهش، پس این مرتد میشه. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که شما ایمان دارین احتیاط کنین. من یرتد منکم عن دینه، هر کسی از شما که از دین خود مرتد میشه، فسوف یأتی الله بقوم، باز پیش الله هیچ مشکل نداره، شما را نابود میکنه، از بین میرین، هلاک میشین. دیگه مردمانی میاین، نسل جدیدی میایه که یحبهم و یحبونه، که اون نسل باز الله اونا را دوست می داشته باشه و اونا الله را دوست می داشته باشه. جنگای صلیبی به ضد صلیبی ها شما که تاریخش خوانده باشین 200 سال ادامه پیدا کرد. یک نسل 80 سال می باشه. نسل اول رفتن، نسلی که برای صلیبی ها غلامی می کردن، در بین خود اختلاف کردن، جنجال کردن، این نسل رفتن هلاک شدن. نسل دوم آمد، 188 216. نسل دوم دودله بودن، برم در درس نرم، ضد صلیبی ها بجنگم نجنگم، باشم نباشم. این نسل هم از بین رفت. قدس پیش صلیبی هاست. نسل سوم آمد، او دو نسل چی شد؟ الله اونا را هلاک کرد. نسل سوم آمد که یحبهم و یحبونه، که اینا الله را حقیقتا دوست داشتن، الله هم اینا را حقیقتا دوست داشت. چی صفت داشتن اینا؟ الله متعال میگه اگر شما مرتد شوین، الله ذات غنی هست، شما را هلاک میکنه. 20 سال پیش در افغانستان، وقتی که 20 سال 30 سال در وقتی که ما جوان بودیم، نسلی بود که برای روس غلامی میکردن. ترکیش آمد اول به کل شهر سرخ ساخت، بیرقای سرخ. یک شاگرد از دستایش ماچ میکرد، شاگردش آمد استاد خود هلاک کرد، در دانش بالش رمان. حفیظ الله امین شاگرد ترکی را کی کشت؟ حفیظ الله امین. حفیظ الله امین که ترکی پیمان داشتن که روس غلامای روس بودن که کودتای از اینا را کامیاب کرد. دیگر روز روس آمد، خودشان سر حفیظ الله امین شک کردن. در تپه تاجبیک قصر خدا برده بود، اونجا ریاست جمهوری بود، اونجا کشتنش، مردهش تا بال گم است.
از مسکو و از کجا خواستن؟ کارمل. روسا اول آمدن در افغانستان، بعد از او کی را آوردن؟ کارمل. گو دیگه که آوردن که بیشی کارمل جان حکومت کن. پرچمی بود در کابینهش و در افرادی که کتش کار میکرد. نفر خود کارمل کی بود؟ نجیب بود، دکتر نجیب. کسایی که نجیب شهید میگه فقط دعا میکنیم برشان، میگیم الله متعال تو را هم که زمو حشر کنه. هر جایی که رفت الله متعال تو را هم کتش حشر کنه. خلاص که باز بگیشن باز میگه نه خوب آدم بود، خب مرا خود الله که از او حشر نکنه. خب چرا میترسی؟ نه فهمه که خود کمانست بود. فهمیدی؟ بعد از او کارمل او هم مردار شد رفت. یا مسلمان ها بودن مرتد شدن. بعد از او نجیب آمد. نجیب هم خونه سرنوشت شدید چیست. الله متعال میگه ببینیم تاریخ معاصر ای مؤمنانه که مثل 20 سال پیشتان واره نشین. من یرتد منکم عن دینه، کسی که از دین خود مرتد شوه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یک روز یک کلیپ نشر کرده بودن، گفته بودن که من مریض بودم، گفته بودن استاد دایی 1 قرن مردم افغانستان به عقب برد. من گفتم چرا به عقب بردیم؟ ما چی کردیم که به عقب بردیم؟ گفت 30 سال پیش 40 سال پیش در پوهنتون یک دختری که چی بگویم، کدام کلمه را استعمال کنم، چادر داشته باشه یا امرایش، خانم‌ها خب باید چادر باشه، پیران باشه، پاجامه. 20 سال پیش 25 سال پیش در پوهنتون یک دختر نیامد که پاجامه داشته باشه. آل دخترایی را اینا پیدا کردن که حتی چشمایشان فقط معلوم میشه کلشان. پس افغانستان چی شد؟ 1 قرن کجا رفت؟ چی معنی 1 قرن به عقب رفت؟ یعنی از نگاه ایمانی به طرف صحابه نزدیک شدن. فهمیدین؟ از نگاه ایمانی چی شدن؟ به صحابه و صحابیات نزدیک شدن. پس لباس های زنای صحابه در بین از اینا چی کرد؟ رواج پیدا کرد. اگر نه ما کلشان فری ساخته بودیم. اگر من دروغ میگم، من میگم پای مرا گردنتان بسته، اینترنت پیشتان است، ببین که من براتان بکشین زمان جشن داوود خانه بکشین، جشن ظاهر خانه بکشین، جشن نجیب بکشین، جشن کارمل بکشین و دخترایی که در اونجا هستن سیلشان کنین که چند تای از اینا چه قسم لباس دارن، چند تایشان فقط یک چادر به سر خود دارن. اما الحمدلله بسیاری چی شدن؟ تغییرات آمدن. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم یا الله این قوم چی صفت دارن که ما هم اگر قسم شویم؟ چی صفت دارن؟ این قوم که هستن اول صفتشانی است اذلة علی المؤمنین، مثل صحابه که الله متعال در قسمت صحابه میگه که رحماء بینهم، صحابه در بین خود چی بودن؟ بسیار محبت داشتن. اینی قوم که میبرن در بین خود چی میداشته باشن؟ برای مؤمنها بسیار نرم، دوست، با محبت، با رحمت هستند. اعزت علی الکافرین، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اشداء است، گفته نگفته قرآن؟ اینی مردم هم باز در این عصر پیدا میشن که سر کافرها بسیار چی میباشن؟ سخت میباشن. این دو صفت. صفت سومشان چی است؟ یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله جهاد میکنن. ولا صفت بعدیش چی است؟ ولا یخافون لومة لائم، باز اینا از ملامتی هیچ ملامت کننده نمی ترسن. آره کل گیره که
شفتر ساخته و خسی ساخته ترس است. قرآن نخوان میترسه، حدیث ترجمه نکن میترسه، آیت قرآن ترجمه نکن میترسه، از کلش میترسه. اما الله میگه مسلمان حقیقی است ولا یخافون فی الله لومة لائم. چرا که حق گفتی. اذا ذکر الله وحده قاری صاحب چی میگه؟ الله متعال اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة، ایمان ندارن به آخرت. یعنی مگه وقتی که درس توحید شروع کردی کسایی که به آخرت ایمان ندارن اینا یک دفعه در لرزه میان و مجلس ترک میکنن و بدگویی را شروع میکنن. سر 200 قسم نام میمانه. افراطی میگید، وهابی میگید، احمد میگید، محمود میگید، تی میگید، تی میگید، تی میگید، کل نام ها را سرت میبرن. اما مسلمان واقعی چی هست؟ لا یخافون فی الله لومة لائم. الله متعال میگه امی صفت که بر یک انسان داده میشه این صفت از کجا پیدا میشه؟ الله متعال میگه ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. این صفات الله بر کسی میده، این فضیلته، این جنرالی ره. فضیلت الله چی است؟ چوکی و جنرالی پیش الله. این چوکی جنرالی خدا الله برای کی میده؟ برای هر کس که بخواه. به هر انسانهای بی ایمان و ضعیف الایمان الله نمیده. او ایمان ضعیفی که تو را نتانست 5 وقت به نماز جماعت ببره، او ایمان ضعیفی که نتانست که چهره تو را مثل چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازه، او ایمان ضعیفی که تو را مفسر قرآن ساخته نتانست، او ایمانی که تو را نتانست جرأت بده که سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق بکنی، او ایمانی که نتانست که تو بخیزی دین الله را، توحید الله را بر مردم بگویی، او ایمان ضعیف باستو را جنت برده میتونه؟ نمیتونه. این خیال است و محال است و جنون. خدا بازی دادن است. ذلك فضل الله. الله متعال کل چیز در قرآن گفته، کل چیزه. اگر بحث سیاسی میکنیم در قرآن است، اگر بحث اقتصادی میکنیم در قرآن است، اگر بحث اجتماعی میکنیم، اخلاقی میکنیم، کل بحث ها نظامی، عسکری، قضایی، 12 نظام الله کلش دینمی هست. این حالا چی است؟ والله واسع علیم. الله بسیار فراخ است، غنایش، رحمتش بسیار علیم است. رحمت الله در باری سرت استاد است، لیکن تو کاری بکو که رحمت الله در فرقت پایان شود. رحمت الله است، اما سر ما ارزش رحمت الله را داره؟ ارزشش پیدا کن. رحمت فقط بالی سرت استاد است، فضیلت الله هست، اما ارزشش باید پیدا بکنیم. اینی هستن محسنین. فهمیدین که محسن چند صفت داره؟ 10 صفت پورا شد. دیگه کی الله متعال دوست داره؟ بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقین. الله کی رو دوست داره؟ متقیان رو دوست داره. متقین خب ما و شما در قرآن عظیمشان خواندیم که هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. الذین یؤمنون بالغیب یعنی ایمان به غیب دارن. اول تقوایی است که انسان به غیبیات ایمان داشته باشه. کسایی که به حس ایمان داره، به عقل ایمان داره، به علم ایمان داره، علم پرست است، حس پرست است، عقل پرست است، این هدایت نمیشه، با تقوا نمیشه. فهمید یعنی؟ از امی اول دیگه فلسفه گفته میره تا که در کفر بره. الذین یؤمنون بالغیب، این عبادت فکری، و یقیمون الصلاة، عبادت بدنی، و مما رزقناهم ينفقون، عبادت مالی، والذین یؤمنون بما انزل الیک
ایمان به کتاب ها. و ما انزل من قبل که ایمان به کتاب های قبلی. و مما و بالآخرت هم یوقنون، ایمان به چی؟ به آخرت. اینمی صفات متقین هست. یکی از علمای دیگه چه قسم تقوا را میگه تقوا خیلی چی است؟ او میگه من براتون یک جمله میتونم که این جمله هم بسیار خوبش است. التقوا میگه چی است؟ هی الخوف من الجلیل. تقوا چی هست؟ خوف از الله. اگر از الله ترسیدی تو با تقوا هستی. این یک صفتش. دومش والعمل بالتنزیل. تنزیل چی است؟ وحی جلی و خفی، یعنی به قرآن و سنت تو ایمان داشته باشی، به این عمل داشته باشی. این دو صفتش. سوم صفتش والرضا بالقلیل، با مکمی که الله برات داده او راضی باشی. این صفت انسانای با تقوا است. چهارم صفت چی است؟ والاستعداد لیوم الرحیل، به مرگ هر لحظه آماده باشن. اگر میارم ملک الموت پیشش به وقت مرگت است بگه خلاص مشکل نیست بفرمایید. اتونه که خیلی یک دو روز وقت بده، یک چند تا توبه کنیم، یک چند تا گذشت کنیم، از چند نفر معذرت بخوایم. آدم با تقوایی است که چی باشه؟ امی چهار صفت داشته باشه. الخوف من الجلیل، الله نوویریگی. والعمل بالتنزیل، په قرآن او سنت څخه نازل شوی دی په دې باندې عمل وکي. والرضا بالقلیل، او په کم و مالو باندې قناعت ولري. والاستعداد لیوم الرحیل، او د رحلت د ورځې د پاره همیشه څه آماده چمتوی. خب قسم دومی که ما شما او را میخوانیم، قسم اول خویی بود که الله متعال چی را خوش داره. این را فهمیدیم نه؟ محسنین خوش داره، متقین خوش داره، متوکلین خوش داره، چی را؟ توابین خوش داره، متطهرین خوش داره. این صفات شفا میدیم. آل یک قسم دومیش از کدام امور سبب می شود که الله بندیش دوست داشته باشه و کدام صفات است که ما به الله ثابت کنیم که ما واقعا ما الله را دوست داریم. رابطه با الله هست. الله کی را دوست داره و ما چی کاری بکنیم که الله ما را دوست داشته باشه. یک کس شما را پرسان میکنه، یک کس شما را پرسان میکنه، میگه که چی کاری باید بکنی که الله تو را دوست داشته باشه و تو الله را دوست داشته باشی. جواب از این قاری صاحب بر ما میخوانه. سوره آل عمران آیت 31. بخوان قاری صاحب. قل ان کنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اینجا جواب اردو سوال است. الله متعال اردو سوال همزمان جوابش در می آیت قرآن میگه. یک تعداد مردم بعضی ها میگه که از علمای نصارا بودن، وفد نجران بودن، اینا آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن که ما الله را دوست داریم. آیت قرآن نازل شد گفت قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان کنتم تحبون الله، اگر شما حقیقتاً با امرای الله دوستی دارین، فاتبعونی، شما از من متابعت بکنین، یعنی به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنین، به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کنین؟ زندگی. قل هو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل کتا ان کنتم تحبون الله، که چیری تاسو رختیا الله سره مینه و محبت لري، فاتبعونی، نو تاسو دما متابعت وکي. که چیری دا کار وکي یحببکم الله، اگر شما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم کردین، باز الله شما را دوست می داشته باشم. اینال سعی کنین در هر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رتبه انسان به پیش الله بلند میشه.
به هر سنتش رتبه بلند شده میره، محبت الله حاصل میشه. یک انسان میتونه روزانه 1000 سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بده. در خانه داخل که میشه به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم، از خانه خارج میشه به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مجلس درس میشینه به ادب رسول الله صلی الله علیه و سلم. جبریل امین میاد در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکنه. صحابه بسیار با ادب در مجلس شیشتن. شما وقتی که در مجلس میشینین طرف پایایتان سهل کنه که چه قسم شیشتیم، طرف دستایتان سعی کنه که چه قسم دستایتان استعمال میکنین. در این مجلس بسیاری وقتا ملائکی الله میان. وقتی که درس از کتاب الله و سنت رسول الله میشه داده میشه، رسول الله میگه که حفتهم الملائکه. آیا خوب نیست که ملائکه برای الله بگه که فلان نفر به خاطر زنگ موبایلش درس قطع کرد، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم قطع کرد، آیت قرآن قطع کرد، رفت بیرون موبایل خود جواب گفت باز پس آمد. امی گزارش تو که پیش الله بره چقدر خطرناک است. امام مالک رحمت الله علیه میگه درس میداد، شانش یک قسمی شور میخورد. میگه شاگرداش گفتن که امام چرا قسمی زیاد خدا در درس شورک میده؟ میگه حدیثه که خلاص کرد، درس خلاص کرد، شاگرد خدا گفت تو بیا بچی میمی تخته پشت مرسه که همی چیزی است که سهل میکنه که 18 جای گشتو میره گزیده. یا امام گشتم تا 18 جای گزیده؟ گفت من خواستم که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر درد گشتم گزیدگی قطع بکنم. امروز ما شما درس قرآن با چی قطع میکنیم؟ با یک تلفن، با یک وسوسه که شیطان که برای یک چکر برو بیا قطع کو داخل شو. قل ان کنتم تحبون الله، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم اگر شما الله را دوست دارین فاتبعونی، از مک رسول الله هستم صلی الله علیه و سلم صحیح متابعت کنین. از خواب بیدار میشی به طریقی کی بیدار میشی؟ سر دسترخوان میشینی به طریقی کی میشینی؟ اگر متابعت میکنی در سر دسترخوان که نان شروع میکنی باید رسول الله صلی الله علیه و سلم سنتش به یادت باشه. لباس که میپوشی به طریقی کی میپوشی، غسل میکنی به طریقی کی میکنی، وضو میکنی به طریقی کی میکنی، تشناب میری. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طریقی خود از طهارت شروع تا خلافت آداب بسیار ابتدایی تشناب رفتن هم بر ما بیان کرده. از طهارت شروع تا خلافت کلش گفته. باید در کلش به طریقی کی زندگی کنی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر این کار کردیم چی میشه؟ محبت الله حاصل میشه. پس با هر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک درجه پیش الله پیدا میکنی. 1000 سنت تطبیق کردی 1000 درجه بر تو روزانه الله میده. این درجات که جمع شوه نتیجه این درجات چی میشه؟ محبت الله حاصل میشه. آل تو میخوایی که ثابت کنی دوستی تا با الله، الله میگه اگه دوستی تا میخوایی که تم ثابت کنی با سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم چنگ بزن. در خوشی، در غم، در مرده‌داری، در عروسی، در نکاح، در اختیار همسر، در معامله با فامیلت، با همسایت، با اقاربت، با دوستانت، با هر کس فقط یک چیز، یک سوال بکنین از پیشتان در معاملات زندگی. مثلا یک کسی قار شدم به اینجا، بله وقتی که من که از این قار شدم نفسم میگه که بیگ از یخنش چپش کو، صحیح است نه؟ پیش ازی که من دست من در یخن از این پرتم
اول اگر من مطابقت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم، ولی دا خبر بکن، ولی پیش از اینکه جنجال کنم برش میگم که اگر دمی موقعی که غضبناک هستم، اگر ایواز ما رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود، امراه از چی معامله میکرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم خود در گپای عادی قار نمیشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم خود اصحاب خود بسیار دوست داشت. انما المؤمنون اخوتنا بسیار قوی طاعت میکرد. آفرین نور جان، خیر جور تازه نور قوانه که خیر، جزاک الله خیر. فهمیدین؟ یعنی در زندگی کردن. آوا گرفتم با دست خود میخوایم که آب بنوشم، سیزده دوادی نوشیدن آب چی میکنم؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم آب می نوشید، چه قسم آب می نوشید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت داشت که دست راست خود آب می نوشید. پس از دست چپ خود چی میکنم؟ انتقال میتم. یحببکم الله. باز الله شما رو چی میداشت باشه؟ دوست میده. رسول الله هم در یک نفس، نه 3 نفس. بسم الله. در 3 نفس باید آب بخوری. ایناله اگر در تمام مسائل زندگیت از خود سوال کردی که در اینمی لحظه ایواز ما اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود چی میکرد؟ باز عمل تمو قسم چی کنی؟ یحببکم الله. مطابقت از کی آمد؟ باز الله شما رو چی میداشته باشه؟ دوست میداشته. یحببکم الله. تنها می دوست میداشته باشتن. باز میگنی و یغفر لکم ذنوبکم. گناه هایتان باز الله میبخشه. محبت الله را حاصل میکنی، اشتباهات و غلطی هایی که کل ما و شما بشر هستیم، معصوم نیستیم، در حالتی که ما زندگی میکنیم در اطراف ما در هر جای گناه ها هست. خطرناکترین گناه در موبایل است. امی شیطان که امی یک کمک وسوسه کرد، میگی مولوی رو وسوکو این دیگه شبان تک صحیح شد، نه رفتی غرق شدی، از درس میکشید میبرید. یک وقت سال میکنی که این 12 بجه شب شده تو خبرم نداری. این حال با تطبیق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال میگه و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور الرحیم. هم بخشاینده هست و هم مهربان است. قسم سوم، الله متعال کدام بنده هاش دوست نمیداره. این رو پیدا کنیم. اول کسایی که الله دوست نداره بنده های کافر است. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم اطیعوا الله، ای مسلمان ها اطاعت از الله بکنین، قرآن درست بفهمین، عمل بکنین. و الرسول همچنان از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کنین. فإن تولوا، اگر باز چی شدین؟ رو گشتاندین از قرآن و سنت. فإن الله لا يحب الكافرین. باز الله کافرها را دوست نداره. پس کسایی که قرآن رد میکنن کافر هستن، او را الله دوست نداره. کسی که باز قرآن قبول داره سنت رد میکنه، میگه ما قرآنی هستیم سنت قبول نداریم، حدیث قبول نداریم، یا کافر میشه. الله میگه فإن الله لا يحب الكافرین. دوم، الله متعال ظالم خوش نداره. یک ذره تیز که درس ما بیخی پس مانده ما و شما بسیار. بنده های ظالم خوش نداره. و اما الذین آمنوا، و اما کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، سوره آل عمران آیت 57 است. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین. الله کی رو دوست نداره؟ ظالمه. حال ظالم چی است؟ میگه عدالت که هست وضع شیء فی موضعه،
اینجا عدالت است، گذاشتن یک چیز در جایش این عدالت است. و وضع الشیء فی غیر موضعه، گذاشتن یک چیز در غیر جایش این ظلم است. فهمیدین یعنی؟ یک چیزی را به جای میمانی. خیلی چند قسم ظلم است؟ میگه 3 قسم ظلم است. یکی ظلم انسان در حق خود میکنه. ظلم در حق خود چی است؟ که خود در هلاکت میپرته با معاصی و گناه ها. زنا میکنه، شراب میخوره، لواط میکنه، قطع نماز میکنه، نماز نمیخونه، معصیت ها را میکنه، منکرات را میکنه، گناه های کبیره را میکنه، گناه های صغیره را میکنه. این ظالم است به نفس خود. چرا الله متعال میگه و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه؟ هر کسی که در حدود الله تجاوز کرد، این ظلم کرده بالای نفس خود. سوره طلاق آیت اول. قسم دوم ظلم در حق یک مخلوق دیگه هست. اول ظلم در حق خود میکنه، دوم ظلم در حق مخلوق دیگه میکنه. این چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم. خونتان، خون یک مسلمان بر مسلمان دیگه حرام است. مال یک مسلمان با مسلمان دیگه حرام است. آبروی یک مسلمان ریختاندنش توسط مسلمان دیگه چی است؟ حرام است. این ظلم در حق دیگه مسلمان ها هست. قسم سوم ظلم در حقوق الله میشه. اول ظلم انسان دخپل پزان ظلم کی ده الله حدود نمراعتی. دوم قسم ظلم یا بل انسان باندې یا بل مسلمان باندې ظلم کی، دا هغه حق خوري. دریم قسم د الله په حقوقو کې ظلم کی. ظلم د حقوق الله چی است؟ 2 قسم است. یک قسمش است که شرک به میکنه. شرک در 6 چیز شرک میکنه، در ذات الله، صفات الله، در هر کدامش که شرک کرد این ظالم است. این الشرک لظلم عظیم. لقمان 13. دوم ظلم با تهمت کردن به الله و رسولش، سر الله تهمت میکنه. فمن اظلم ممن افترى علی الله الكذب. از او کده ظالمتر یافت میشه که سر الله چی میکنه؟ دروغ میپیونده. بدعتکارا کلش سر الله و رسولش تهمت میکنن. هر گناه خودت توجیه میکنه که ایره الله بر ما اجازه داده. هر بدعت که میکنه ای هم. پس این ظلم در حق الله شد. سوم دیگه کدام بنده ها را الله دوست نداره؟ مصرف به سین، اسراف کننده به سین. اسراف به سین چی هست؟ انه لا يحب المسرفین کلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله میگه بخورین بنوشین لکن زیاده روی نکنین. در نظام اقتصادی اسلام یکی اسراف است، یکی تبذیر است، یکی تقتیر. اسراف چی را میگن؟ تبذیر چی را میگن؟ تقتیر چی را میگن؟ اسراف زیاده روی در حلال. کلوا واشربوا، حلال بخورین و حلال بنوشین لکن در این اضافه روی نکنین. تبذیر چی را میگن در نظام اقتصادی اسلام؟ تبذیر مصرف مال در حرام است. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. کسایی که در مالای حرام مصرف میکنه این مبذر گفته میشه. بعضی اوقات مصرف و مبذر به یکی دیگه هم در زبان عربی استعمال میشه. علما میگن که شرط نیست. میگه اینمی اسراف و تبذیر گاهی در کمیت میشه، گاهی در کیفیت. در چی میشه؟ گاهی در کمیت میشه، گاهی در کیفیت. یک نفر احیانا 1 روپیه در حرام استعمال میکنه، از یک نفر دیگه که کیفیت استعمالش فرق میکنه از او کده گناهش زیاده تر است. مثلا یک نفر 1000 روپیه شراب خرید خورد، یک نفر 1 روپیه میته، در از نگاه کیفیت گناهش بیشتر است نسبت به یک نفر که 1000 روپیه
مصرف کرده. یک نفر موسیقی میشنوه گناهگار، یک نفر اون موسیقی را نامش اسلامی میمانه، ای کافر. یک نفر دول میزنه و چرخ میزنه، اکاردون داره و گیتار داره، میگه گناهگار هستم. اما یک نفر دیگه نمی دول و طبله و ایده چی میکنه؟ با الله و رسولش تهمت میکنه. او سر نفس خود ظلم کرد، ای سر دین الله ظلم کرد. یک نفر 1000 پر شراب مصرف میکنه، گناهکار. یک جای یک بتخانه جور میشه، یک نفر 1 روپه بر بتخانه میته، کافر میشه. او 1000 به شراب داد، 1000 بر چی داد؟ به بتخانه داد. فهمیدین؟ این نمی قسم چیست. پس الله متعال چی گفتیم؟ 3 اصطلاح از اقتصاد اسلامی: اسراف، تبذیر. تبذیر چی است؟ مصرف 1 روپیه هم در حرام. تقتیر، قاف یاره. تقتیر چی را میگم؟ مصرف کردن نفقه فامیل خود به بخیلی. بر اولادای خود میتونه 1 کیلو گوشت ببره، اولادای خود دال داده نفسش کشیده، نفقه فرضی را درست ادا نمیکنه، بخیلی میکنه در انفاق. فهمیدین؟ این چی میگن؟ تقتیر میگن. تقتیر، قاف یاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم کس از پیشش پرسان کرده، گفتن افل وضوء صرفون، آیا در وضو هم اسراف میشه که آدم گناهگار شوه؟ وضو میکنه، یگانه که کمی نل آواز ماند، نه دیگه هم تعوددار خود انداخته میره و مسواکه که شقیده میره و نل چالان است. از این طرف که مسواک ثواب برده میره، یا دیگه چی کرده میره؟ ثواب از از بین برده میره و از بین برده میره و از بین برده میره. فهمیدی؟ اینی که مصرف زیاد در او میکنه، ثواب وضوش چی شد؟ از بین برده شد. رسول الله صلی الله علیه و پرسان کردن که افل وضوء صرفون یا رسول الله، آیا در وضو هم اسراف میشه؟ رسول الله صلی الله علیه و گفت که نعم، بله در وضو هم اسراف میشه. و ان کنت علی نهر جار، اگر چی در پالوی یک جوی که جاری هست اسراف کنی هم گناهگار میشی، اسراف میشی. باید به مو اندازی که ضرورت است به مو اندازه. این میال اگر شما وضو کنین که 1 هفته و خوب سم صفاست را وضو میشه. اما اگر شما اینمی اوره که در نل واز میکنین وضو میکنین، از 4-5 هفته هم که زیاد میشه. دیگه الله کی را دوست نداره؟ بنده متجاوز دوست نداره. انه لا يحب المعتدین. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. در دعا انسان باید 2 چیز مراعات بکنه. الله متعال میگه بسیار در دعایت عاجزی باشه، تضرع باشه، گریه بکنی، عاجزی بکنی. یگان تا را ببینی قسمی دعا میکنه اللهم اغفر لنا، طرف آسمان سیل داره. الله متعال میگه ادعوا ربکم تضرعا، با تضرع و عاجزی دعا بکن. چیخ چرا میزنی؟ الله نمیشنوه؟ چرا چیخ میزنی در دعات؟ و خفیتا، پت بین خودت و بین الله باشه. یا الله بد کردیم، یا الله اشتباه کردیم، بین خودت بین الله. ایناله الله متعال میگه انه لا يحب المعتدین. الله دوست نداره کسایی که از حدود شرعی چی میکنن؟ تجاوز میکنن. دیگه الله کی رو دوست نداره؟ متکبرین دوست نداره. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. ای مردم دیگه شک نکنین که الله آن کاری را که شما مخفی میکنین و آن کاری را که علنی میکنین کلش الله میفهمه. انه لا يحب المستكبرین. الله متعال انسان مستکبر خوش نداره که میخیزه صاحب کارتا را جور میکنه و مردم در خیراتا خبر میکنه و در چیزا اعلان کرده میره و کل مردم غرور و تکبر خود بر مردم نشان میده. تو که دیندار هستی، ایماندار هستی، تقوا میکنی، ولو که
صدقه بدی که به دست راست که دست چپ هم خبر نشه، الله متعال کلش میفهمه. دیگه الله کی خوش نداره. خب این سوره نحل آیت 23 بود. بندگان ناشکر و گناهکار الله متعال خوش نداره. یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. هر انسان ناشکر گناهگاری که پول خدا در اسراف، در سود استعمال میکنه و یا برای سودخوری چل جور میکنه، یاره هم الله متعال دوست نداره. هفتمش کدام بنده را الله دوست نداره؟ بنده های خیال کننده و فخر کننده. لقمان حکیم برای بچه خود نصیحت میکنه و نصیحت از الله در قرآن ذکر میکنه. میگه لقمان برای بچه خود نصیحت کرد که ولا تصعر خدک للناس. فهمیدی؟ یعنی علامات خیال و تکبر چی هست؟ که یک نفر میبینی روی تا دور میتی. خود سعر علما میگه سعر مرض گردن دردی بود با شتر که میگه گردنش درد میکرد، باز کلیش تو یک بغلا همیشه دی قسمی. بعض انسان ها هست مرض گردن شتر داره. الله میگه ولا تصعر خدک للناس. مسلمان ها که دید رو برو که جسمت خوب هستی، جور هستی، یگان تا که تیر خودم میاره باز روی خود او طرف میگیره. میگه می کار نکن. باز که بو بیای بر من سلام بده که برو، باز که برش میگه السلام علیکم، وی فکر من نشد. ای دروغ گویک. فکرت شد غیرت نداشتی که در با کرای مرنتی. بعضی کسا از خاطر کرا روی خود پت میکنه. بعضی کسا از غرور و کلانکاری روی خود طرف میگیره که من چطور برم برازو با سلام بدم. بانکو بیای پیش من باز کرفت باز میگه خوب هستی ببخشید متوجه نبودم. دروغ. لقمان حکیم بر پسر خود میگه ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. در زمین وقتی که میری تو این قسم یک نکن. می رقاصا که را میره، یگانه که کت دول میرقصه، یگانه که بیدول دمی سرک رقص کده میره. علما از این آیت میگیرن میگن رقص حرام است. چرا دمی رقص کس مرح است. مرح تو نرمک یک پای تا اسب باری و یگان اسب که پای خدا میمانه، باز دیگه پای خدا میمانه، باز دست خدا بالا میکنه، دیگه دست خدا بالا میکنه. گفته این می رقص کس حرام است. امی آیت دلیل به حرمت رقص میگیرن. ولا تمشی فی المرحا. در زمین بسیار با ناز اشوا و خم و خمار نرو. اینه مرح میگن. یگانه که دمی را که میره نه و تو بسیار ناز کده کلگه خودم تاستا کده دور میته و دست خودی قسمی یک دور میته رقاصا واره. اینه میگه قسمی در آن نرو. این الله لا يحب كل مختال فخور. الله متعال هر انسانی که خیال زیاد میکنه و ناز میکنه و فخر میکنه به چهره خود و به لباس خود و به چوکی خود و به مقام خود و به فلانی، این الله دوست نداره. سوره لقمان آیت 18. دیگه الله متعال دوست نداره انسانهای خیانت کننده را که خیانت میکنن. خیانتکار ناسپاس، خیانتکار ناسپاس، این هم الله دوست نداره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. الله متعال از مؤمنین حقیقی دفاع میکنه. ان الله لا يحب كل خوان کفور. الله دوست نداره هر انسان خیانتکاری که شیطان میکنه. از اون مسلمان را که تو شیطانیش میکنی الله از دفاع میکنه، او را الله عزت میده، حرمت میده، احترام میده. ولو که تو خیانت کنی و سر از ده قسم جرمه بر از اون نسبت بیتی. الله این انسانهای خیانتکار را خوش نداره. و کفور ناسپاس، انسانهایی که ناسپاسی به الله میکنن، شکر نعمتهای الله را نمیکنن. بخش دوم درس ما و شما محبت مخلوق با خالقش است. محبت کی؟ کی را انشاءالله در روز آینده به خیر میخوانیم.